تیم ملی تاجیکستان اوید با فوتزال بار اول در تاریخ در مسابقه قهرمانی جهان که 14 سپتامبر در ازبکستان آغاز می‌گردد اشتراک خواهد کرد. بازی اول دسته منتخب 16 سپتامبر با تیم مراکش برگزار می‌گردد. از تیم ملی چی را می‌توان انتظار شد؟ از ساکنان پرسیدیم. ما آرزو داریم که همون پرچمی همین تاجیکستان در همین دنیا بلند بردارن، نام تاجیکستان بلند جای نمایان صاحب شوند. Желаем удачи всем. من تمامیت دارم نسبت به همین کماند فوتبال فوتزال که بوریا با آرزو دارم اینا همون غلبه کرده پرچم تاجیکستان بالا بردارد. روسی من فوتبال رو اوقات تماشا نمیکنم، لیکن با تیم فوتزال رو من تماشا کردم، بازی پیش که بودن تماشا کردم و بسیار خواستم که بازی دوستانه که بین دو دولت دیگر قد بازی کردن که امینو در اشتراک کنه، ای سببی که کورو بسیار بودن اشتراک کردن نتوانستم، لیکن نیت دارم از قطعی همون چی وراترشون فیروز قطعی در تماس بودیم، گفتیم مسئله چی را بفهمید نرخ و نوع چه خیلی ممکن یگان بازی اشتراک کنیم. بهتری میشود. برای کار با همشون. مقصد که خیلی موفقیت من باور دارم که مقصد تو یگان پول فینال راه میابیم. و فکرتان تا کدام مرحله میرود یا شاید خیلی پیشگویی کردن کاری آسان نیست، خیلی ما باور داریم. جام جهان خیلی ممکن با یک هشت فینال برایند خوب غیرت کنند اگر. برای دسته فوتزال بازان دسته تاجیکستان من تمنا دارم که فقط با غالبیت به وطن برگردن. غالبیت نصیبشون گرده. به فکرتان ما تا کدام مرحله میرسیم؟ با فکر من خیلی بازیشون بسیار خوب است. من اونقدر با همین سوال من چی نیستم، لیکن میدونم که تا یک چهار فینال یا که تا پول فینال هستند. До полуфинала, по-моему. Надеемся. Я думаю, я верю в нашу команду, я верю, что она выйдет до финала и дальше, чем финал. Я верю в нее. Может, какие-то пожелания? Пожелания? Не оплошайте мою веру, пожалуйста. Выиграйте, я в вас верю. Все.